دیرین دیرین. در دوران دیرین 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 میخواهم ازدواج کنم. ای وی، آیا مورد مناسبی سراغ دارید؟ چگونه موردی مد نظرت است؟ خب موردی که مرا غذا پزد، ظرف شورد، لباس و جوراب نیز و کاشانه را تمیز گرداند. با این شرایطی که برشمردی 4 مورد برایت سراغ دارم. جان مادرت راست میگویی. کجایند؟ کوشند؟ دروغم چیست؟ این مورد پز و پختت، این مورد شستشوی رخت و جورابت، این مورد ظرفشوییت، این هم موردی برای تمیز کردن کاشانت. یعنی من یک عمر با لوازم منزل زندگی کردم یا خود منزل؟ بیا. آیا وکیلم شما را به عقد دائم این وسایل منزل درآورم؟ مگه همینه نمیخواستی؟ بله بگو دیگه، چی شد؟ اب نداره، لازمه. من یه تکنیکی دارم، اونه که بخش کنم خنده دارم میشه. خب پس بر میشم.